آیا تا حالا به کسی بیش از حد اعتماد کردی و بعد فهمیدی اشتباه کردی؟ بذار یه داستان واقعی از دل جنگل برات بگم. من دکتر علی برهانی هستم و اینجا در روایت‌های رشد از دل داستان‌ها درس‌هایی برای رشد و آگاهی بهت میگم. ببر بیمار شد و در لونه‌اش دراز کشید. ناله‌هاش در جنگل پیچید. همه حیوونا با دلسوزی به سراغش اومدن. وقتی روباه شنید ببر مریضه تصمیم گرفت بره سر بزنه. روباه خواست وارد بشه ولی یه لحظه مکث کرد. با دقت زمین جلوی لونه را نگاه کرد. رد پاهای زیادی به سمت داخل می رفتن، اما حتی یه رد پا هم از لانه بیرون نیومده بود. روباه آروم عقب رفت. ببر با لحن مهربونی گفت: روباه، این همه راه اومدی، چرا نمیای تو؟ روباه جواب داد: چون یاد گرفتم هر مهربونی بی دلیل نیست. وقت رد پای خروجی وجود نداره، ورود یعنی خطر. و ببر ساکت شد. پس یادت باشه در هر شرایطی محتاط باش. مهربونی قشنگه، اما نباید بهای اون به خطر انداختن امنیت خودت باشه. اگه این داستان برات آموزنده بود، لایک کن، نظرت رو بنویس و سابسکرایب کن تا هیچ داستان و درسی رو از دست ندی. با هم در مسیر رشد قدم به قدم پیش میریم.